آیا خوک‌های انسان نما واقعاً در فلوریدا زندگی می‌کنند؟ طبق افسانه‌های محلی در شرق ناپل فلوریدا گروهی از مردم به نام اسکوالی‌ها زندگی می‌کنند. گفته میشه که اونها موجوداتی کوتاه‌قد و شبیه به انسان با پوزه‌ای خوگ‌مانند هستند. املاک گلدن گیت یک جامعه خصوصی واقع در اعماق فلوریدا که یک جواهر پنهان محسوب میشه. در اونجا بود که خانواده روزن که قدمت اونها به سال 1960 میلادی برمیگرده، طرح زمینی رو برای تجارت و کسب و کار ریختن. بخش‌هایی از این ملک کیلومترها بدون حتی یک خونه امتداد داشت. قطعه‌ای از اون که به کوچه تمسا معروف بود توسط ایالات فلوریدا برای بازسازی اکوسیستم خریداری شد. این منطقه نسبتاً وحشی زیستگاه گونه‌های مختلفی از حیوانات مثل خرس‌ها و آهوها و گراز و پلنگ بود. اما افسانه‌های محلی میگفتن که این یک سرزمین شگفت انگیزه که موجوداتی به نام اسکوالیز در اون زندگی میکنن. از این موجودات به عنوان انسان نماهایی با قد کوتاه و پوزه‌های خوگ‌مانند یاد میشد و به دلیل قد کوتاه این موجودات اغلب به عنوان کودک هم نامیده میشدن. تصور میشد که در اون منطقه جمعیتی بالغ بر 30 تا 50 تا از این موجودات زندگی میکنن. اما این موجودات چگونه به وجود اومدن؟ اعتقاد بر این بود که اونها توسط یک سازمان دولتی طی یک آزمایش به وجود اومده باشند. داستان‌هایی در مورد یک آزمایشگاه متروکه وجود داشت که در اون منطقه زمانی فعالیت می‌کرده و مردم معتقدند که این موجودات افسانه‌ای در این آزمایشگاه متولد شدند. همچنین داستان‌هایی در مورد یک پناهگاه وجود داشت که توسط یک پیرمرد دیوانه محافظت می‌شده و هر کسی که از اونجا رد می‌شده توسط این پیرمرد مورد حمله قرار می‌گرفته و به سمت اونها شلیک می‌کرده. آیا اون پیرمرد عضوی از این سازمان آزمایشگاه متروکه بوده؟ جواب این سوال تا به امروز به عنوان یک راز باقی مونده. با وجود این داستان‌ها احساس رعب و وحشت زیادی در بین مردم این منطقه وجود داشت. اعتقاد بر این بود که هر کسی که به اسکوالی‌ها نزدیک بشه توسط اونها دستگیر و زنده خورده خواهد شد. اما آیا این فقط یک داستان محلی بوده؟ با این حال در 14 ژوئن 2011 پلیس فلوریدا گزارشی از یک مرد دریافت کرد که ادعا می‌کرد در حین موتورسواری مورد حمله این موجودات قرار گرفته. بعدها پلیس اعلام کرد که این مرد 49 ساله که ساکن گلدن گیت بوده جراحات جزئی در این حادثه دیده. این قربانی همچنین ادعا کرده که پس از خورد شدن موتورش به دست یک مرد خوگ‌نما توسط اون به دام افتاده شده و با تلاش زیاد تونسته که فرار کنه. با تمام این داستان‌ها هنوز مدرکی برای اثبات این موجودات در دسترس نیست. اما با این حال هر سال روایت‌های بسیار زیادی از مردم سرتاسر این منطقه به گوش میرسه و اعتقاد دارند که موجودات افسانه‌ای در این مکان زندگی می‌کنند.